بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. قال الله تبارک و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لازیدنکم. الله حق سبحانه و تعالی قرآن عظیم شأن فرموده میگوید اگر شما شکرانه کنید من زیاده میگردانم و اگر کفرانه کنید دانسته باشید که عذاب الله حق سبحانه و تعالی بسیار سخت است. البته وقتا که سوال درباره تینجی، امانی، آسایشتگی، استقلالیت تاجیکستان عزیز ما می رود، تمام آنهایی که از قرآن عظیم و شأن برخوردار هستند ان همین آیه کریمه می بیارند، زیرا اینکه شکرانه کردن هر یک انسان، هر یک فرد تاجیک شرط و ضرور است که باید شکرانه کرده شود. ان همین مسجدی که ما قرار داریم، مسجد جامع عمر عادل، در دوران استقلالیت یعنی داده شده سال 2009 مسجد جامع شده است و البته این آبادانی که ان همین مسجد به 5 ماه 6 ماه آخر شده گذشت، البته این باید شکرانه کرد. الله حق سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیت 101 فرموده میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خداوند میگوید شما بر اسمان الله حق سبحانه و تعالی با یک جایگی چنگ زنید، تفریقه نشوید. و اگر شما زندگی خوب داشتن خواهید، اگر آسایشته زندگی داشتن خواهید، اگر شما تفریقه گروه نشوید. و عامل یعنی سببی که تفریقه اندازی و برده میرساند از همون چیز دور باشید. شکر خداوند بزرگ که یکی از سبب‌های تفریقه شدن مردم آن بود که گروه شدن مردم آن بود که بسیار جوانهای ما در خارجه تحصیل میکردند، از آنجا عقیده‌های هر خیله گرفته می آمدند و با زحمت حکومت تاجیکستان این برطرف کرده شد، جوانهای دعوت کرده شد. و دوم سبب عاملی که تفریقه می اندازد مردم، این جوانهای ما امروزها حزب و حرکت‌های هر خیله به یعنی رفتنشان است. چنانکه که ما در منبر مسجد چندین مراتبه ها فرزندها و یعنی جوانها به تاکیداً گفتیم که البته در اسلام خداوند حزب و حزبازی من کرده است. و خداوند مهربان در سوره آل عمران از آیت 101 تا 109 آیت خداوند مهربان یعنی حزب و حزبازی من کرده است. یا در خب قرآن عظیم و شأن در سوره شورا آیت 13 یا اینکه در سوره روم آیت 31 32 خداوند مهربان یعنی تفریقه شدن، گروه شدن پروردگار من کرده است. چنانکه که خداوند در سوره روم آیت 31 32 میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. خداوند مهربان ان همین آیه کریمه فرموده میگوید که شما از مشرکان نباشید، از آن مشرکانی که فرقه شدند، یعنی گروه کردند دینشان را و جدا شدند. و کل حزب بما لديهم فرحون، هر یک حزب به دستاورد خود خرسند است. البته چنانه که گفتیم در آیه کریمه در سوره روم خداوند مهربان ولا تکونوا من المشرکین، از مشرکان نباشید و فرقه نشوید، گروه نشوید. بعضی جوانهای ما امروز گمراهانه گوییم به حزب نهضت اسلامی هم داخل شدن، لیکن این بسیار جوانهای ما الکی فهمیدن که این حزب یعنی حزب نهضت اسلامی یعنی عموما در شریعت ما که حزب وجود ندارد، نباید باشد و این تمام علماها هم یعنی بیان کردگی هستند و این خطری جامعه به می آورد. این از برای زیان ما هست. از برای همین و جوانان عزیز یعنی ما خواهش میکنیم که این حزب و حزبازی را از خداوند پناه میطلبیم و البته از جوانان عزیز ما هم یعنی امید و آرزو میکنیم که از این حزب و حزبازی ها دور باشند و همین تاجیکستان عزیز برای آبادانیش یعنی کوشش و غیرت کرده باشیم که این تاجیکستان
از آن ما هست، یعنی از آن همه ما هست و جوانان آینده ما و شما که هستند. خداوند مهربان تمام جوانهای ما به امروز توفیق رفیق گرداند که متحد باشیم در زیر پرچم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خداوند میگوید شما بر اسمان الله تعالی به یک جایگی چنگ زنید و جدا جدا نباشید، تفریقه نباشید. انا همین آیه کریمه به سرجم شده ایستاده. انا همین کشوران ما برای آبادانیش کوشش و غیرت کرده باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.